ببینید در همه دور زمان اول کسی را که میکشن این عالما هستند. اول عالم ها را نابود میکنن. عالم که نابود کرد دیگه این خلق یک توده نمی رمای یا رمای گوسفند. اصل عالم ها هستند برادرست. این عالم ها اینمی چراغ میبینی انا میای که امی چراغ که دست دراز میکنی مثال شیرینی میفورد دانگ همه را میبینی. حضور عالم هم در محله و در مسجد و در شهر انا میای که تو حرام ای حلال درک میکنی. از عالم ها برادرای عزیز هیچ وقت ملال شدن در کار نیست. اگر هر چی سخنی سخت هم که بگه او را برای نفع تو میگه، برای فایده تو میگه و هم در گردنش مسئولیت داره. نگه اونجا عذاب بگه تو خفه چیکار کنه. برای حضرت مولوی میگو به خاکستر بود آتش نهانی مزن پا تا در آن آتش نمانی. این عالم ها رنگ خاکستری که لخچکش در تایو بالاش خاکستره. این عالم ها نمیخیله. هیچ وقت بچه میگه بی حرمتی نکن پا نمان که میسوزی. بی حرمتی نکن که مقصد خار میشه ذلیل میشه. دنیا خوش است مال عزیز است تن شریف لیکن رفیق بر همه چیز مقدم است. حقیقتا دنیا دنیای بسیار عزیزه. مال هم چیزی عزیزه، جان هم بسیار چیزی خوبه لیکن میگه با رفیق از همه چیز مقدمه. بر همه چیز رفیق مقدمه. ممسک برای مال همه ساله تنگدیل سعدی برای دوست همه روزه خورمه. آدمی که ممسک بخیل ببین دایم بیچاره زیقه، دایم زیقه برای که او آدم بخیل. آدم بخیل همین خیل میشه همه کمال و ثروت و همه را داره او ولی درونش ده ترس شیطانی داره. دایم میترسانش، دایم میترسانش که تو ممکنه بانکروت شوی، تو ممکنه که مال دستت بروه، تو ممکنه همین ممکنه قطعی او بیچاره دایم میگم یک میبینی که یا فشارش زد یا میبینی که با یگان کسری قند گرفتش. این بسیار شبین بیچاره را نان سیاه میخورن نمیتونن سفیده خورده. بسیارش بیچاره یک آب شوربای فقط گاوی میخوره دیگه هیچ خورده نمیتونه. حال آنکه صدقه را پیغمبر خدا شفا گفته. این شفا ما فقط همین خیلی که خدا برکت چون ما در راست دکترامون چی نمیگم، همه ما من خود مراجعتی در دکتر میکنم ولی شفا در صدقه هم هست. ولی وقتش در همین داملا می اومدن کسل بیمار هم مثال چیلوسین میکدن بعدی چیلوسین باید پیولچوی میداد که بسیاری عزیزان میگن که شفاش میگه در همون صدقهش بود. همون صدقه را که خورد داد شفای همونجا شید. برای همین برادرای عزیز صدقه در حدیث آمدگی که تزید فی العمر، عمر تدراز میکنه. و یک افاد سفر کردم یک آدم مالداره ولی هست بازار داره و خیلی بسیار کت کتش بلندی بده. بگو بابای جی من یک سوال دارم. گفتم خیلی مهمانداری کرد بیچاره خیلی خدمت کرد. من یک سوال مده جواب تی همین چیکار کنی که عمر دراز میشه؟ اگه پول داره پول که داره همین مقصد من یک را بخرم راحت کنم همین چیکار کنم عمرم دراز میشه؟ گفتم بفراد عمر دراز شود صدقه را بسیار کن. همین صدقه را خبری آسمانی ای عمر زیاد میکنه. ببین پیامبر تطفئ غضب ربی، صدقه عمر زیاد میکنه غضب خدا را خاموش میکنه. الله ربی بالای آدمی سخیده غضب نمیکنه. میگه که یمنع میتت سو، صدقه میگه آدم با بدنامی جان نمیتی.
ҳатто пеши роҳи бадномиро мегирад. бисёр ба обрӯ мебурӣ. ولی بین یک کس میبره خدای اینا رحمت کنه قاری عبدالخالق امروز ای دنیا گذشت همه فیسبوک ها اینترنت ها همه پرشیده در حقش دعا میکنن این آدم بود این خیل بود او خیل بود ها میگه کسی اگر سخی باشه خدا میگه همین خیل جانش میگیرم که نمی همه در حقش دعای خیر میکنه ای از بد مردن بی یمنعو میتت سو ای بد مردن نگهت میدارم. دیگه چی میگه؟ میگه صدقه یذهب الله بها الفخر و الکبر. خدا میگه دو تا خصلت رذیله دادم فخر کبر ایوش هم ای آدم سخی میگیرم. همین خصلت ها هم ای آدم سخی میگیرم که هیچ وقت آدم سخی بین بسیار سخی ها را میدونیم همین قد سخاوت دارن آدم عادیه خاکساره. انا خداوند همین خصلت‌های بد ایوا با گرفتگیه. برای همین شیخ سعدی میگه ممسک برای مال همه ساله تنگدی زیق بیچاره میگه سعدی برای دوست همه روزه خرم است. سعدی میگه که من مال ندارم همین دوستا را که میبینم روی دلم روشن میشه. همین دوستا که در گیردم باشم میگه همه بگیم همین داراگی دنیا را به یه لحظه یا من میفروشم. الله میرم از همین لحاظ برادر در همین دو راه یعنی بگیم حسد ورزیدن زیانی نداره. ولی شیخ سعدی را بین که حسد در چی میبره؟ چرا من در محفل خیر نبودم؟ چرا من پند نصیحت گوش کرده نتونستم؟ من بر همین اهل مجلس حسد میبرم یا حسرت میبرم. دویم چیزش حسرت. حسرت هم به همین معنی که ای کاش مقصد فلان جا نمیرفتم و همین محفل ای دست نمیرفت. حسرت میخوره پشیمان میشود. برادرای عزیز برای چی بین این معلومه که در زیر این محفل چی خیر وجود داره چی نیکی وجود داره. ولی حضرت جلال الدین رومی برای چی میگه نار خندان باغ را خندان کنه صحبت مردانت از مردان کنه. همنشین اهل معنی باش تا هم عطا یابی و هم گردی فتا. برادرای عزیز حقیقتا این محفل ها انا همو شرفی که یا همو بگیم که وقار حیبتی که باید در مردک باشه در همین خیل محفل ها همونها بیدار می شود. در همین جا همون شجاعت غیرت های ما پیدا می شود. همین مردک های را که ما در تاریخ می خوانیم چی خدمت های در راه دین کردن چی جانبازی های در راه دین کردن چی جان فدایی های در راه دین کردن خواه زن باشه خواه مرد همه اینا از کجا؟ از شنیدنی ها شیدگی. زین لحاظ برادرای عزیز در اینجا چی هست؟ حسد میگم من حسرت حسد برای این محفل میبرم. بعد اشاره میکنه میگه آنها که در بهار به صحرا نمیروند بوی خوشی ربیع برایشان محرم است. آخی و آدمی که بهار در صحرا نروه بهار چی میدونه بهار چیه؟ از اگر در بهار ما و شما می دشت بیابان در نبراییم این صنعت خدا را این زیبایی هایی را که الله در این ماهش برای بیننده آماده میکنه وقتی نگردیم نبینیم چی میدونیم بهار چیه؟ برای چی بسیاری وقتا در مردم ما افتخار میکنن که ما خدا را شکر وطنی داریم که 4 فصل داره. ولی بسیاری دنیا ده هست که بیچاره بغیر همین تیرما و زمستان دیگر ندارن بهار. شیخ سعدی این محفل ما را نسبت به بهار میتن. آنها که در بهار به صحرا نمیروند بوی خوشی ربیع برایشان محرم است. میگه رنگ ماه محرم چخیلی که در ماه محرم اهل تشیع شیعه ها برای امام حسین ماتم میگیرن کو میگه برای آدمایی که قدر ای را نمیدونن
در این خیل محفل که بیاین ماتمشون میزنن، بسیار غمگین میشوند، بسیار ناراحت میشوند. ولی میگم من اینا نسبت به بهار میتونم ایجاد میگم من هم یک بهترینی گویم زیباگی ها را من در اینجا تصور میکنم. حقیقتا همین نیاخه وان سنگدل که دیده بدوز از روی خوب، پندش مده که جهل در او نیک محکم است. آرام نیست در همه عالم به اتفاق، گر هست در مجاورت یاری محرم است. میگم یک آدمای هست در دنیا که این دنیا تقصیر همه محب این محفل نمیشود، همه محب عالم و قاری و دانشمند نمیشود. دنیا تقصیر از آدمای با سنگدل هم خالی نیست. آخه میگن نه گل به خار می روید در این باغ، ببین نه گل به خار می روید در این باغ، ملال بلبلان از دغدغه زاغ. این دنیا ده هم گلای هم خار، هم بلبلای هم زاغ. دنیا را به این میگه تصور کرده نمیشود. لیکن حضرت میگه دیدین که یگان آدم بسیار آدمی سنگدل آدمی هست که به قدر این صحبت نمیرسه هیچ وقت علم در پیش او ضایع نکن. حیف برای اوی گپا، حیف. بابای مولا شریف خدا رحمت کنه استادی ما را میگو رمز آشنای این معنی هر خیره سر نباشد، طبع سلیم فضل است ارث پدر نباشد. با جاهلان نباید ارزی سخن نمودن، جای گوهر فروشی بازار خر نباشد. با جاهلان بین نباید ارزی سخن نمودن، ارزی سخن در اونا نکن. برای چی؟ جای گوهر فروشی بازار خر نباشد. نخواه گوهر در بازار خر فروشا برای تو گوهر بفروشی. از همین لحاظ یعنی هیچ وقت میگه شیخ سعدی هم میگه صحبت در پیش اینا حیف نکن. هیچ وقت هیچ سیقل خودش میگه شیخ سعدی هیچ سیقل نتواند کرد آهنی را که بدگوهر باشد، چون باید اصل جوهری قابل تربیت را در او اثر باشد. سگ به دریای هفتگانه بشد چون که تر شد پلیدتر باشد. خر عیسی گر برش به مکه گرچه آید هنوز خر باشد. عاقلان این سخن نکو دانند زاده خر همیشه خر باشد. بعد از فطرت چون میگه که آرام نیست در همه عالم به اتفاق، گر هست در مجاورت یاری محرم است. همیایی که میگه نفرت دارن کو دوست نمیدارن، شنیدن نمیخواهند، میگه اینها آرامیش ندارن. آرام نیست در همه عالم به اتفاق، همیان ندارن آرامیش. اینمی حاضر شما ببین بعضی همینجا برادرای هست که ممکن اکثریت شما ممکن همه شما بسیار باید دقت گوش کردیستین. همون آرامی که میگن همون آرامی رو شما پیدا کردید. میگه اینها آرام نیستن برای که در همین محفل ایاد همین درنشا میگه همین رنگ همون کسلی قنده که میخردرن تا همین خورده سای درنشا چهار کنم من چی بلا بدی که جا من این خوردگی من زهر تنم شید گفته. میگه این آرام نیستن، گر هست در مجاورت یاری محرم است. میگه اگر آرامی هم پیدا کنن در بر همون رنگ خودش آدم آرامی پیدا میکنه، دیگر در غیر همجنسی خودش پیدا میکنه آرامیش. اگر رنگ خودش کسی باشد دیگر در غیر اونها میگه یا آرامی نداره. کمال خوجندی ولی من کلیاچ در کتابخانه هست میگه پیش نااهلان چی حاصل ذکری پردانی کمال. این کمال خوجندی هم بسیار بزرگ زشتگه. پیش نااهلان چی حاصل، نااهلن و چی در کار آورده میگه پیش نااهلان چی حاصل ذکری پردانی کمال. دانه گوهر چی ریزی مرغ ارزنخوار را. این مرغ ارزنخوار را
تو گوهر میتی این باید همون ارزان شو بخره گر خونی تازه می رود از ریش اهل دیل دیدار دوستان که ببیند محرم است شیخ سعدی میگه حقیقتا میگه همین عالی مردم خونی دیل میخوره برادرای عزیز این مبالغه نیست ببینید در همه دور زمان اول کسی را که میکشن این عالما هستند اول عالم ها را نابود میکنن عالم که نابود کرد دیگه این خلق یک توده نمی رمای یا رمای بسپر اصل عالم ها هستن برادر است این عالم ها اینمی چراغ میبینی انا میای که همی چراغ که دست دراز میکنی مثال شرینید میفورد دانگ همه را میبینی حضور عالم هم در محله و در مسجد و در شهر انا میای که تو حرام ای حلال درک میکنی از عالم ها برادرای عزیز هیچ وقت ملال شدن در کار نیست اگر هر چی سخنی سخت هم که بگه او را برای نفع تو میگه برای فایده تو میگه و هم در گردنش مسئولیت داره نگه اونجا عذاب بگه تو خفه چیکار کنه برای حضرت مولوی میگو به خاکستر بود آتش نهانی مزن پا تا در آن آتش نمانی این عالم ها رنگ خاکستری که لخچکش در تایید بالاش خاکستره این عالم ها نمی خیلی هیچ وقت بچه میگه بی حرمتی نکن پا تا نمان که میسوزی بی حرمتی نکن که مقصد خار میشه ذلیل میشه دنیا خوش است مال عزیز است تن شریف لیکن رفیق بر همه چیز مقدم است حقیقتا دنیا دنیای بسیار عزیزه مال هم چیزی عزیزه جان هم بسیار چیزی خوبه لیکن میگه با رفیق از همه چیز مقدمه بر همه چیز رفیق مقدمه ممسک برای مال همه ساله تنگدیل سعدی برای دوست همه روزه خورمه آدمی که ممسک بخیل ببین دایم بیچاره زیقه دایم زیقه برای که او آدم بخیل آدم بخیل همین خیل میشه نمی کمال و ثروت و همه را داره او ولی درونش ده ترس شیطانی داره دایم ترسانش دایم میترسانش که تو ممکنه بانکروت شوی تو ممکنه که مال دست بروه تو ممکنه همین ممکنه قطعی او بیچاره دایم میگم یک میبینی که یا فشارش زد یا میبینی که با یگان کسری قند گرفتش این بسیار شبین بیچاره را نان سیاه میخورن نمیتونن سفیده خورده بسیارش بیچاره یک آب شوربای فقط گاوی میخوره دیگه هیچ خورده نمیتونه حال آنکه صدقه را پیغمبر خدا شفا گفته این شفا ما فقط همین خیلی که خدا برکت چون ما در راست دکترامون چی نمیگم همه ما من خود مراجعتی در دکتر میکنم ولی شفا در صدقه هم هست ولی وقتش در همین داملا می اومدن کسل بیمار هم مثال چیلوسین میکدن بعد چیلوسین باید پیولچوی میداد که بسیاری عزیزان میگن که شفاش میگه در همون صدقهش بود همون صدقه را که خورد و داد شفای همونجا شید برای همین برادرای عزیز صدقه در حدیث آمدگی که تزید فی العمر عمر تدراز میکنه او یک افاد سفر کردم یک آدم مالداره ولی هست بازار داره و خیلی بسیار کتش بلندی بده بگو بابای جی من یک سوال دارم گفتم خیلی مهمانداری کرد بیچاره خیلی خدمت کرد من یک سوال مده جواب تی همین چیکار کنی که عمر دراز میشه اگه پول داره پول که داره همین مقصد من یک را بخرم راحت کنم همین چیکار کنم عمرم دراز میشه گفتم بفراد عمر دراز شود صدقه را بسیار کن همین صدقه را خبری آسمانی های عمر زیاد میکنه ببین پیامبر تطفئ غضب ربی
صدقه عمر زیاد میکنه، غضب خدا را خاموش میکنه. الله ربی بالای آدم سخیده غضب نمیکنه. میگه که یمنع میتت سو، صدقه میگه آدم با بدنامی جا نمیتی، حتی پیش راهی بدنامی را میگیره، بسیار با آبرو میبری. ولی بین یک کس میبره خدای اینا رحمت کنه، قاری عبدالخالق امروز ای دنیا گذشت، همه فیسبوک ها اینترنت ها همه پرشیده، در حقش دعا میکنن این آدم بود، این خیل بود، او خیل بود. میگه کسی اگر سخی باشه خدا میگه همین خیل جانش میگیرم که نمی همه در حقش دعای خیر میکنه. ای از بد مردن بی یمنع میتت سو، ای بد مردن نگهت میدارم. دیگه چی میگه؟ میگه صدقه یذهب الله بها الفخر و الکبر. خدا میگه دو تا خصلت رذیله دادم، فخر، کبر، ایوش هم ای آدم سخی میگیرم. همین خصلت ها هم ای آدم سخی میگیرم که هیچ وقت آدم سخی بین بسیار سخی ها را میدانیم، همین قد سخاوت دارن آدم عادیه خاکساره. انا خداوند همین خصلت های بد ایوا با گرفتگیه. برای همین شیخ سعدی میگه ممسک برای مال همه ساله تنگدی، زیق بیچاره میگه سعدی برای دوست همه روزه خرم است. سعدی میگه که من مال ندارم، همین دوستا را که میبینم روی دلم روشن میشه. همین دوستا که در گیردم باشه میگه همه بگیم همین داراگی دنیا را به یه لحظه یا من میفروشم. الله مهربان برادری ما را رحمت و مغفرت کنه. بابای شیخ سعدی هم خدای مهربان رحمت و مغفرت کنه. در برابر دیگر شاعرهایی که بیچاره سالها و ماها ایجادها کردن از آیات‌های قرآن، خدا همشون را رحمت و مغفرتشون کنه. الله مهربان مثل همین سعدی و مثل حافظ و مثل عبدالقادر بیدیل، مثل این ستاره های درخشان، خدای مهربان بر این ملت ما هم نصیب بگردونه. و الله مهربان باقی مانده اهل خانواده را عمری دراز ایمانی کامل که ربنا فاغفر لنا ذنوبنا